سلام بچه ها، من آرمان هستم و اومدیم انواع تفنگ‌های این موضوع رو تست کنیم. اول از آرپیچی که بلد نیستم باش کار کنم یعنی سراغی اینجوری با ویلو بچه ها به نظر من این بازی رو به بچه های زیر 7 سال ندین. من خودم امسال شد 10 سالم، به خاطر همین میگم. لانچر دیگه که میذارم دیگه کشیم. این بازی مخصوص اونایی هست که تفنگ زیاد دوست دارن که ببینم داخل تفنگ چجوریه. و کلاً کیه؟ و بریم دیارم دیگه. بچه این تو بعضی از بازی ها به کار رفت. به فرض مثال کال آف دیوتی رو نمیگم. حالا بریم سراغ اینو. M60 و دیدید بچه ها که خیلی تفنگ خوبی بود. M60 خیلی پیچه و بسیار صدا بلند. بچه ها یکی از نظر خودم امتحان میکنم و تو خلوار 2 هم اومده RPG. بریم برای یا خدا چرا زیاده بچه اینو برداریم. آره بریم بریم. عجب تفنگ عالیه بچه. یه تفنگ به نظر خودم دوباره انتخاب میکنم، ولی اگه خواستین یه اسم تو کامنت ها بگین و اگر دوست داشتین سابسکرایب کنین. یه اسم یه تفنگی که خوب بود به نظرتون و اگه این داشتش میذارم براتون از ویدیو بعدی، تو کامنت ها رو چک میکنم. و از نظر خودم M4A1 که CSGO اینو برمیداریم و اسکوپ میزنیم، اینو برش میاریم و سوپر آسون نمیدونم آره چیه. خیلی لذت بخشی که داره، خیلی حال میده. من
خفه کنم یه چیز باحال و خوبیه ولی زیاده چیز میشه. بریم برای تفنگ آگ که یه دوربین داره، یه اسنایپر مسلسلی. حالا فرض مثال اسنایپر مسلسلی خودم در واقع آسالت رایفله. اونایی که کال آف بازی میکنن میدونن آسالت رایفل یعنی چی و همینطور SMG. اینا همون SMG هستن، ساب ماشین گانز. به نظرم کدومشو برداریم؟ خب یه ساب ماشین گانز بود که هیچی پیدا نکنه ولی از نظر من اینو انتخاب میکنم. خیلی تفنگ خوبیه و فکر کنم بله که داره ولی میشه درش بیاری. بچه ها میدونم این غیر منطقیه. واسه بینم اونایی که میدونن این چی میشه تو کامنت ها بگن. AC وال تفنگ آسالت رایفل کالاف یکی از آسالت رایفل کالاف میشه ولی این بدون خفه کن چجوری هنو صدای خفه کن میده بچه خدا میدونه. FN فولک نه عشق من یک تفنگ آلمانی و بسیار زیبا. خب این یکی از هم مسلسله هم اسنایپر، این نوع عادیشه. نکنین وقتی بذارش رو ایه خب وقتی بذارش رو F مسلسلی میزنه بلکه هم یه اسنایپر و هم مسلسل عالیه. من خیلی اینو دوستش دارم مخصوصا M1 گرند که یکی از بهترین اسنایپرها تو جنگ جهانی دوم بود. خیلی من برای خودش تفنگی بود تفنگ ولی برای انگشت شکوندن یا از دست دادن انگشتن اگه میخواین از انگشت خودتون خسته کنین تفنگو من پیشنهاد میدم چون وقتی میخواین تیر بذارین توش این گلنگدن وقتی تیر بره توش با فشار برمیگرده. خب این هم کل 5-7 هستش که هم تو کانتر استرایک 2 یعنی همون CS2 یا CS1 هم اومده. نگاه بکنین خیلی تفنگ قشنگی هست و منم عاشقشم. و یکی از تفنگ‌های دیگه هم که تو CSGO هست دزرت ایگل و همینطور تکنو و براتا هم که دوتای دیگه چه تفنگایی داشت همینا و نه از همین تفنگا همین مال کانتر سایبر و این هم یه تفنگ خفه کندار PPKS که با وجود خفه کن میخوره و جدا میشه. خیلی تفنگ خفنی است و برای کشتن قایمکی خیلی به درد میخوره. من عاشق این تفنگم خیلی خفنه و بریم برای کلتی که خیلی من دوستش دارم پایتون 357 از بهترین تفنگ است که من عاشق اینم. باره که بریم برای شلیکش باید خب بریم شلیکش عالی داره و
و بچه‌ها مرسی برای تماشا کردن این ویدیو. برای مطمئنی که نخوام ویدیو منو بدزدن، اینم خودم هستم. سلام. و اینکه مثلا نتونم ویدیو منو بدزدن، بزن تو پیج خودشون، من عکس خودم میذارم. و فعلا خدا بریم برای فیلم بعدی.